میگفت. برای همین فقهای ما و شما میفرمایند که اگر نکاح حلاله کرد به شرط حلاله، گفت که به شرط نکاح میکنیم که حلالش میکنی باز طلاقش میکنی، همین چیز کراهیت دارد، لیکن با وجود این هم برای شوهرش اون زن چی میشود؟ حلال میشود. در حقیقت این جزای همون مردهای است که سه طلاقه میکنن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواری را برادران و خواهران زیاده به من ارسال نمودند که در اون یکی از مولوی های صوفی که پیشتر به یک چند سخنهای او رد زده بودیم، مولوی معین الدین صوفی، حلاله کردن را جایز دانسته و از قرآن و سنت گویا به جایز بودن او سخن کرده و این عمل را عملی بهترین میگوید و یعنی جایز است میگوید برای درست کردن زندگی در بین زن شوهر حلال است میگوید. اولا حلاله چیست؟ ما باید مسئله را تصور بکنیم. صورت مسئله همین است که یک مرد زنش را 3 طلاق میدهد و بعد از 3 طلاق دادن میفهمد که زنش دیگر برای او حرام است، به نزد یک ملای میرود، یک کسی میرود که او زن این مردی که زنش را جواب داده است مرد دیگر میگیرد، نکاح میکند، به خودش میگیرد، یک شب به او علاقه جنسی میکند یا که یک روز بر او علاقه جنسی میکند. اونها مختلف هستند، بعضشون 1 روز 2 روز 3 روز، هر عموما علاقه جنسی باید حتما شود. بعد از این گشته باز این زن رو جواب میدهد و این مرد گشته بعد از 2 روز است 1 روز است باز زنش رو به خودش نکاح میکند و بعد از همین گویا که مسئله طلاقی که داده بود حل میشود. مرد زنش رو به نزد یک مرد میرود و این مرد نکاح میکند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نکاح کند، یک علاقه جنسی کند، همبستری کند، خوب خیز کند که این زن شود حلال شود، با به مردی اولا باز به همون شوهرش حلال شد، یعنی به نیت طلاق میکند. آیا همین نمودی عمل از نظر شریعت جایز است یا نیست؟ صوفی ها، همین مولوی معین الدین، این عمل را جایز میداند. البته اهل بدعت این عمل را جایز میدانند، اما اهل سنت و الجماعت، کسانی که قرآن و سنت منهجشون قرآن و سنت با فهم سلف امت است، صحابگان و تابعین، این چنین عمل را بدترین عمل و حرام میدانند. پس ما میگویم که مولوی معین الدین نامعقول کردی، بینیت خاکالود باد و در این دنیا و آخرت شرمنده باشی، توبه کن از این که به مردم فتوای زنا میدهی، از این که به مردم فتوای والعیاذ بالله طلاق دادن و بعد از این حلال کردن میدهی، توبه نما و به سوی الله بازگرد. تمام علمای اهل سنت به اجماع این عمل را حرام گفتند. ما گفتیم علمای اهل سنت و الجماعت، و برای حرام بودن حلاله این خودی حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دلالت میکند. اولا میگویم که یک مرد وقتی که زنش را 3 طلاق داد، البته طلاقش طلاق شرعی باشد و 3 طلاق را در یک وقت نداده باشد و 3 طلاق را در یک مجلس نه و این و آن، عموما 3 طلاق شرعی واقع شد، همین زن برای مرد حرام است و این زن همان وقت به این مرد گشته حلال می شود که این زن بعد از عده نشستنش، بعد از این که والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 اشهر، یعنی بعد از این که 3 ماه عده اش را می شیند، 3 حیض 3 طهر است 3 قروء می نشیند، بعد از این چیکار میکند؟ بارک الله فیکم، بعد از این یک مرد اگر این زن را نکاح کند، نه نکاحی برای حلال کردن بلکه نکاح رغبت، به خاطر این زن را رغبت کند، خواهد که به همین زن نکاح کند و زندگی کند، بعد از این که به همون مرد نکاح شد و وی مرد گشته جواب داد و باز زن عده نشست، بعد از این میتواند که یک مرد که زنش را جواب داد زن خودش را بگیرد. یعنی یک مرد زنش را وقتی که 3 طلاق میدهد
گشته گرفته نمیتواند تا اینکه وی زن اول عده نشیند، بعد از این شوهر کند و شوهرش اگر جواب دهد و بعد از این عده نشیند و بعد از این باز گردد. در حالتی که همون مردی که نکاح کرده بود نکاحش برای حلاله نباشد، بلکه برای چی باشد؟ نکاح رغبت باشد. چخیلی که به این سوره بقره آیه 230 دلالت میکند که الله میگه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره. اگر طلاق بدهد یک مرد زنش رو، همین زنش برای او حلال نمیشود تا همون زمانی که همون زن باز به نکاح یک مرد دیگری که وی مرد به خاطر زندگی کردن نکاح رغبت نکاح کرده و بعد از اون طلاق داده باشد. و این به اجماع علما هست که اول عده زن می نشیند، بعد شوهر میکند. اگر وی شوهرش هم برای حلاله نباشد و برای رغبت باشد، اگر زندگی کردن نتوانسته بعد از یک مدت جواب بدهد باز عده می نشیند و بعد از این شوهر اولش میتواند که نکاح بکند. اما نکاح تحلیل، نکاحی که برای حلال کردن یک زن به شوهر اولش کرده می شود، به مانند این که یک مرد زنش را جواب می دهد و باز پیشکی مصلحت می کنند به یک کسی دیگر، یعنی همون روز از فردا از عده نشسته یک باره می دهند به نیت طلاق، به نیت این که این زن را یک روز و 2 روز می گیرد و طلاق می دهد، یک مرد می گیرد و بعد از این جواب می دهد، باز عده نشسته و گشته میاد. این نمودی حلاله حرام است. حلاله همه نمودش حلال است، بگویم حرام است، همه نمودی حلاله حرام است که به نیتی حلاله کردن نکاح کرده باشد. زن اگر عده نشیند پیش از حلاله، بعد از حلاله عده نشیند، اما باز به نیتی حلاله یک مرد یک زن را نکاح کند، باز حرام است. اما امروزه حلاله ها یک چند اعوذ بالله مخالفت شرعی دارند. اول عده نشسته حلاله میکند، حلاله اش به نیتی جواب دادن این زن بعد از یک مدت است، یعنی نکاح رغبت نیست، نکاح حلال است. و بعد از این، بعد از حلاله هم عده نشسته باز به شوهر اولش میگرد که این همه حرام است و این را علما میگن که به مانند زنا است، این زنا است. و بعضی از علما این چنین انسان ها را زناکار گفته و حکم قتلش را برآورده، یا که از جهت فساد هم زنا گفتند، از همین جهت حکم قتل گفتند. اما بسیار دیگر از علما گفتند اینها زناکارند که باید دره زده شود، همون حلال کننده و حلال شونده. ابو داوود در سننشون، امام ابو داوود امام محدثین اهل سنت و الجماعت در سننشون از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که لعن الله المحلل والمحلل له. الله لعنت کرده است کسی که حلال، یک مردی که زنش را به حلاله میدهد و یک مردی که همون زن را به خاطر حلاله کردن زن نکاح کرده بر خودش میگیرد. و لعنت باد، علما میگن، به همون عالمی که همین چیز را دستگیری میکند و همین چیز را در بین مردم منتشر میسازد و فتوا میدهد. سبحان الله. نگرید که این حدیث صحیح است که البانی و در صحیح ابو داوود ذکر شده است. محلل این کسی که یک مردی که زنش رو برای حلال کردن میدهد، و محلل این کسی که، یا که بگیم محلل این همون کسی که زن یک مرد رو به خودش نکاح میکند به خاطر اینکه این زن رو چیکار کند؟ حلال کرده به یک مرد بدهد. اما محلل این شوهر اولش است، یک مردی که زنش رو به یک مرد میدهد. ابن ماجه در سننشون روایت میکنند از عقبة بن عامر رضی الله عنه ان النبي صلی الله علیه وسلم قال الا اخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له. البته در صحیح سنن ابن ماجه روایت شده است که البانی صحیح میداند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که آیا به شما خبر بدهم از یک تکه‌ای که اجاره شده است؟ آیا به شما خبر بدهم از تکه اجاره شونده؟ گفتند که بله ای رسول الله، به ما خبر بده. پیامبر گفتند این محلل است. تکه اجاره شونده این همان مردی هست که زن دیگر کس را میگیرد، به خودش نکاح میکند به قصد جواب دادن، به قصد این که این زن را یک بار علاقه جنسی میکند و باز به شوهرش میگرداند. اجاره میشود، پول میگیرد. بله امروز هست، در تاجیکستان، در ازبکستان، در همه جا هست که مردهای مخصوص یا پیشواها، حتی ملاهای هست که پول برده میدهد، ضیافتش نقض میکنید، زن میدهد نکاح کرده و یک شب قطعی زن خواب و خیز میکند، حتما باید خواب و خیز کند
و بعد از این میبرارد میتن میگه که این زنی تو است، بیا نکاح کنی گیر. اینا تکه اجاره شونده است که الله لعنت کرده است. لعنت الله به این نمود مردها بود. و پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن لعن الله المحلله، الله لعنت کرده است و لعنت کند همون مردی که محلل است. زنی کس را نکاح میکند به خاطر چی؟ به خاطر حلال کردن. و محلل له، و همون مردی را الله لعنت کرده است که زنی خودش را به یک مرد بیگانه برای حلال کردن میدهد، طلاق میدهد و بعد از این میبرد میدهد. حدیث است. عبدالرزاق در مصنفشون از عمر ابن الخطاب رضی الله عنه روایت میکنند که عمر ابن الخطاب در حالتی که خطبه میکردند گفتند والله لو اوتى بمحل و محلل له الا رجمتها. قسم با الله که اگر محلل و محلل به دستم غلطت حتما رجم میزنم. گفتند رجم میزنم چیست؟ سانسور کرده میکشم. گفتند سانسور کرده کشته میشود. برای چی؟ برای اون که گفتند هر دوش زیناکار است. یک مردی که زنی خودش رو میدهد و یک مردی که زنی کسی رو نکاح به خودش کرده یک وقت معین باز به خاطر گردانیدن میتونه نکاح رغبت نه نکاح تحلیل میکند، محلل میکند، هر دوش گفتند. برای اون که یکش زنش داد یکش اینه و حتی زنش رو همونجا زن رو هم قطعی میکند. سبحان الله. حاکم از نافع روایت میکنند که یک مرد به عبدالله ابن عمر گفت که امرأة تزوجتها احلها لزوجها لم یأمرنی ولم یعلم. یک زن رو یعنی به زنی میگیرم و به مقصد اون که من همین زن رو میگیرم و بوگشته جواب میدیم، بوگشته نکاح بوگشته طلاقش میدیم به خاطر اینکه به شوهر اولش حلال شود. نه مرد اول میداند نه زن میداند. من خودم همین کار رو میکنم. یک زن رو نکاح میکنم و باز جواب میدیم به خاطر اینکه به شوهر اولش گردد. حضرت عبدالله ابن عمر میگن که لا الا نکاح رغبه، نه این کار درست نیست مگرم نکاح رغبت. یعنی تو نکاح کن برای زندگی کردن. اگر این زن به تو خوب خواهشت به طوری اومد زندگی کن، اگر راست نامد جوابش بیته، اما بنیت این که من حلال به شوهر اولش میکنم نکن. گفتند و كنا نعد على عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم صفحا وقال لا يزالان زانیین. هر کسی که من تحلیل میکند نکاح حلال میکند میگن این زناکار است میگن. سبحان الله. و این مکث 20 سنه، اگر 20 سال این زن و مرد به همدیگریش زندگی کند اما قصد اول این برای حلال کردن بود، این حرام است و اینا هر دوش زناکار است میگن. پس از امام احمد ابن حنبل پرسیده شد که یک مرد یک زنی را به خاطر حلال کردن نکاح میکند حکمش چیست؟ گفتند که والمحلل اذا اراد بذلك الاحلال فهو ملعون. اگر همون مرد یک زن به خاطر حلال کردن نکاح کرده باشد این ملعون است، لعنت کرده شده است. سبحان الله. پس این حرام است و این فتوایی که این ایشون ها این یا که بگیم مولوی معین الدین میدهد فتوا برای زنا داده شده است. فتوایی که داده شده است فتوا برای زنا داده شده است. در صحیحین آمده است که از حدیث عروة بن زبیر ان عائشه اخبرته ان امراه رافعه القرض جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان رفاعه طلقني فبت طلاقي. یعنی این حدیث هم دلالت میکند که هر زنی که از شوهرش به 3 طلاق جدا شد گشته به شوهرش رفتن نمیتواند و به حلال کردن هم حق ندارد. اگر یک مرد به نکاح شوی آمد به نیت حلال نه و به نیت رغبت آمد نکاح می شود. اگر زندگیش نشد گشته اگر جواب دهد عده می نشیند و رفتنش جایز است. پس بارک الله فیکم ابن قدامه رحمه الله میگن که نکاح محلل فاسد است و به این تمام احکام عقدهای فاسد گرفته می شود و با همین نکاح محلله زنی که 3 طلاق از شوهرش جدا شده است حلال به شوهرش نمی شود.
یک مرد اگر زنش 3 طلاق داده حلاله کرده به خودش گرفته باشد، داند که حالا زنش به او حلال نیست، به زنی حرام زندگی کرده شده است. سبحان الله. و بناهن با این مسائلی که به شما ذکر کردیم بیان میکنیم که حلاله کردن حرام است و به حلاله فتوا دادن حرام است و معین الدین در اینجا مخالفت بزرگی با شریعت کرده است و دعوت میکنیم که به سوی الله توبه کند و بازگردد و این مسئله را یک نظر دیگر دقیق بکند و تعصب و کورکورانه با تعصب در این مسائل سخن کردن را بس کند. بارک الله فیکم.